دیگر چی هم میتوان گفت غیر از آن که همون چارچوب های قبول شده، اون فرهنگ سیاسی و اون ارزش های سیاسی و دینی و ملی رو باید رعایت کرد. هدف اساسی رو فراموش نکرد که ما در یک کدام شرایط قرار داریم، در کجا هستیم و کدام راه و وسیله ما رو به پیروزی میرساند و این رو باید رعایت کرد. دور هم شیشت و همه چیزی که همه گونه نظری که داریم و باید داشته باشیم باید گفته شود در قالب معین، در چارچوب خودش، در جای خودش، مناسب به فضای خودش باید گفته شود. ولی اگر ببینیم که نه، حالا بعضی دوستان، بعضی برادران واقعا هم با نیت خیر، با دیدگاه‌های خیلی هم خوب چارچوب ها را رعایت نمیکنن، مسئولیت ها را رعایت نمیکنن، یا به عبارت دیگر بگم نمیغنجن در یک قالب، در یک چارچوب. بعضا هستن انسان هایی که واقعا یک قالب یا چارچوب برای آنها تنگی میکند. یعنی او فرق ندارد اون قالب و چارچوب یک حزب سیاسی است، یک جماعت است، او اصلا آفریده شده است برای اون که در یک چارچوب نباشد، در یک قالب نباشد. او باید برای دیگران قالب معین کند، چارچوب معین کند. پس این هم یک نمودی واقعیت است، باید اون را قبول کرد، پذیرفت و طرز باید رفتار کرد که همون خصلت، همون طرز رفتار اون نفر هم در مبارزه لازم است، در جای خودش لازم است، در همون مجرای مبارزه عمومی باید فعالیت کند، برود، نه پیش روی او را گرفت، نه خلل رساند و باید کار کند. یعنی هستن این گونه افراد و بودن در تاریخ، میمونند